میگه باشه میریم خونه، بعد گوشیتو بهت میدم. امروز میخوام خودتو بذاری جای یه دختر خوابگاهی که احساس تنهایی شدیدی میکنه و ترجیح میده این خاله تنهاییشو با دیت کردن با پسر غریبه که باهاشون تو فضای مجازی آشنا میشه پر کنه. هرچی دوستا بهت میگن با این غریبه ها بیرون نرو و انقدر زیاد دیت نکن. تو عقیدت اینه که هرچی آدم ها رو بیشتر ببینی و بشناسی بهتر میتونی باهاشون ارتباط بگیری. و چرا این فرصت رو از خودت بگیری؟ مگه با بیرون رفتن چه اتفاقی میفته؟ امروز با یکی از همین غریبه ها بیرون میری، یه شوخی و خنده گوشیتو ازت میگیره. دیگه خب چیز خاصی نیست. شاید از این پارانویداست که میخواد گوشی چک کنه، یا داره شوخی میکنه، یا داره اذیتم میکنه. کم کم میبینی از شهر هم داره خارج میشی. دیگه ترس برت میداره. بهش میگی گوشیمو بده، میگه گوشیتو نمیده. میگه خب گوشیمو بده، گوشی خودمه، نیازش دارم. میگه باشه میریم خونه، بعد گوشیتو بهت میدم. تویی و یکی از بزرگترین داراییات دستش یه غریبه که نه آدرسی ازش داری، نه شماره پلاکی، و نه راه در روی. بهم بگو تو باشی چیکار میکنی؟